در دوام 33 سال استقلالیت تاجیکستان از المپیادها همگی 4 مدال به دست آورده بود، اما در المپیاد اخیر یک باره 3 مدال به دست آورد که این در مقایسه با المپیادهای پیشین خیلی خوب است. فکر میکنم این نتیجه گذراندن چندین چاره‌بینی‌های کلان ورزشی و تو اندازه دقت دادن به این سمت بود. اما اگر ما به نتیجه های همسایه کشورهای خود نظر بیندازیم، در نسبتشان خیلی قفا مانده ایم. بیایید ما خود را با ازبکستان که جهانیان را به حیرت گذاشت در قطار 13 دولت از جهت ورزش پیشرفته دنیا شامل شد مقایسه کنیم. با قرقیزستان که در آغاز استقلالیت قریب که با ما هنگرنگ بود مقایسه نماییم. ایشان در 33 سال استقلالیت همگی 8 مدال داشتند، اما در المپیاد اخیر یک باره 6 مدال به دست آوردند. این در حالی است که در المپیاد جوری 4 سال قبل در توکیو اونا 3 مدال به دست آورده بودند. یعنی در المپیاد گذشته 3 مدال و در المپیاد امسال 6 مدال، به اندازه 200% زیاد شویم. این نشانه اون است که در این سمت در قرقیزستان دقت مخصوص داده می شود. برای بازم زیادتر درک نمودن مسئله مذکور به مدال های کشورهای ازبکستان، قرقیزستان، ایران، گرجستان، آذربایجان، مغولستان نظر انداختم. تمام مدال های این دولت ها از 5 نوع: بوکس، جودو، گشتن درز آزاد، تکواندو، ورزش وزنین. من چنین خلاصه برآوردم که کشور ما نیز اگر به این 5 نمود بیشتر دقت دهد، از همین نمودها ما مدال های کشورمان را پر میکنیم. سالهای اخیر در کشور به جودو دقت خوب داده شده ایستاده است، اما با یک جودو نمی شود. قرقیزستان در المپیاد اخیر تنها از گشتن آزاد 5 مدال به دست آورد که 2 تای آن را زنان پهلوان قرقیز به دست آوردند. من فکر میکنم از جودو گشتن آزاد شوق‌آورتر است. باید به گشتن آزاد دقت مخصوص داده شود. چاره‌بینی‌های کلان ورزشی در این سمت گذرانیده شوند. ایران که با 12 مدال زینه 21 را اشغال نمود، تمام مدال‌هایش از گشتن آزاد و تکواندو هستند. در نسبت دیگر دولت‌ها ورزشگران ما خیلی کمند. باید زنان و دختران را بیشتر به ورزش جلب کنیم. باید آن ورزشگرانی که چاره‌بینی‌های کلان ورزشی با مدال برمیگردند و جایهای نمایان را اشغال می‌نمایند بیشتر و بهتر قدردانی نمود. مدالان هر یک دولت نشانه پیشرفت ثبات و رشد آن کشور و سالمی آن جامعه است. اگر مدال زیاد باشد کشورش را رشد کرده می‌یابند، اگر کم نشان از قفامانی جامعه کشور است. مدال زیاد المپی جای فخر و غرور هم شهروندان و هم دولتداران هر یک کشور به حساب می‌رود. باید این چیز را نادیده نگرفت و به آن دقت داد.